نام خدا و عرض سلام احترام خدمت شما دوستای نازنین. خوشحالیم که یک روز دیگر فرا رسید که از کانال ایرادبرگ در خدمت شما باشیم. دوستای نازنین بازم تبریک میگیم عید سعید فطر. ما داخل بازار آمدیم، میریم با بساتدارا و دکاندارا سوال جوابا داریم که سعی کنیم امسال میوه دونه چی رقم. از شما خواهشمندیم که سابسکرایب و لایک و شیر حیات شما نره، ما رو تنها نگذارید، همراه ما باشید. سلام، ساعت شما خوبه؟ خیلی ساعت جان شما جوره؟ سلامت باشید. ای درم برای شما تبریک میگم. به شما ممنون، لطف صحبت شما، لطف زحمت شما. ممنون، به شما هم تبریک باشه. باشیم. سلامت باشیم. ایر بگیم که امسال میوه دونه چی رقمه؟ امسال میوه دونه کمی گرونتر است دیگه، وضع مردم هم مثل پارسال نیه، کمی اقتصادیه. چرا برعکسه؟ وضع مردم خرابه، جنس هم گرون. وضع مردم خرابه، باید جنس ارزون میبود. بله خب به خاطر از اینکه سعی کنیم مرزا بسته و امیت جنگ جهانی همه کشورها جنگ و جنجال داره و امیت به حساب هست دیگه، به خاطره. بسیار خوب. حدوداً یک سفره عید مثال میزنیم 5000 افغانی میشد پارسال. امسال چند میشه به نظر شما؟ امسال تقریبا 10,000 9,000 میشه. همون فرق کرده. بله. خب شما به حیث یک مستفید بگیم یا به حیث یک جوان، خواهش شما از مسئولین چیه؟ ما مسئولین نام نمیبریم که هر کس باشه. خواهش شما چیه؟ خواهش ما از این مسئولین برادرها که نرخنامه به می بسته فروشا و به می قلناتا و به مینا باید جلوتر میداد، یا مثلا اعلان میکرد نرخنامه میداد برای اینا که تخفیف میدادن به خاطر عید و به خاطر ثواب داره، یا که از اینا اگه بمونه هوا گرمه میوه خشک اینا خراب میشه. دوستان نازنین، گوشفیل، کلوچه، کیک اینجا به خدمت شما هستش و روزای عید سعید فطر. بازم برای شما تبریک میگم، جا شما خیلی سبز. در کنار یک جوان برادر این که اینا نام شریف خود برای شما معرفی میکنم و بعد از کاروبار خود میگم. لالا جان سلام داریم به خدمت شما، عیدم برای شما تبریک باشه. عید شما هم پیش تبریک میگیم برای همه مردم همشهری های خود. زنده باشیم، جاوید احمدم نیم جانقا. قربان شما خیم شو، عید شما میگیم پیش. دیگه چی فرق داره؟ ما و شما هر وقت خوش باشیم عید داریم. راست میگه، این گپ هسته. خب ایر بگیم برارم که هر روز که بساط کردیم اینجا کاروبار چی رقم؟ والله کاروبار نسبت به دیگه سالا نیم جانیم، سال سسته. علت چیه؟ علتی دیگه مردم بی پول هم، بیکاریه، وضعیت اینا خوب نیه، مردم بودای فقیر هم. خب یک کارتن گوشفیل میتونه بیاد من پارسال به 80 و 90 روپیه افغانی بده، امسال به چنده؟ امسال هم همون نخروه 80 90 100 برخوردی نداره، بالا نرفته. خب چرا میوه خشک بالا رفته؟ میوه خشک دیگه خدایی همین تاجرا ما و شما بالا بردم دیگه، همون نخرو بوده. نخرو هم یک سال همون نخره دیگه، باز همین تاجرا ما و شما که همین نخرو بالا میبرم، اگه نخره همون نخره بکنیم. سلام لالا جان. سلام برادر، خوبی؟ ساعت شما خوبه؟ شکر، زنده باش. تبریک باشه عید شما. شما هم تبریک باشه، تمام برادران اسلام هم تبریک باشه. قربان شما سلامت باشیم. کاروبار شما چی رقم؟ کاروبار دیگه همیشه وید خوب میشه ان شاء الله دیگه، پناه به الله دیگه.
این ماه مبارک رمضان هم افطاری بودیم. بله از ساعت 4 بجه بگرد میکردیم تا 8 بجه شب کار میکردیم. همین بوی کباب که هست خیلی بوی خوشیه. به نظری شما روزه نقص نداره؟ روزه والا کدام چیزی کار نداره برار نه ها. بسیار خوب. خب دکون چند کرا میدیم؟ دکون برار 15000 کرا میدیم. خیلی نه. خیلی اینجا کجا مشتری هم نیست. خب باز بالا اتاق داریم برار. بسیار خوب. خب روز چند کیلو کباب برای من فروش داره؟ حال 15 کیلویی 20 کیلویی با بعد هر روز 30 40 کیلویی میفروشیم برار. الهی شکر گزار زندگی آه باشه. شکر الله. الهی شکر. تشکر اشکر. زنده باشید. مزاحم نمیشه. قربان شما. بخیر باشید. دوستان نازنین هرچی که ما داخل بازار سر بساطای میوه خشک رفتیم جلغوزه پیدا نتونستیم بکنیم با خاطر از این که از زوری که گرونه زور می بساتدارام نمیکشه که مثلا اینا بیایم جلغوزه بساط کنم. لالا جان سلام داریم. سلام. ساعت شما خوبه؟ جان شما جارت یارم. زنده باشیم. عید شما مبارک. عید شما مبارک. زنده باشیم. ایر بگید که جلغوزه کیلو چنده؟ اینا با 1600 خریدین 100 روپیه به تاون میبرشم. با 1500 هم نمیخرم. خب چرا نمیخرم؟ با خاطر که میگه گرونه. شاید یک علت از این باشه که بساط شما واسه کمیه. نه بساط کم نیه. جلوتر هر روزه همینا رو ما با 2000 میفروختم. هر روز که ما روزه شد دیگه کلا سودا ممنوع شده. خب اینا رو میگیم پیش روزه میخورم یا به عید بکاره؟ پیش روزه بهتر میخریدم. خب چرا حالا با عید که مردم مجبورن حالا نمیخرن؟ 1500 نمیخره دیگه با تاون میفروشیم. خب کلا منافشه. بینندای عزیز خیلی جالبه که این مسلمان بساط کردم که کیلو یک 10 روپیه 20 روپیه برای از اینا بمونه. همه جلغوزایی که شما مشاهده میکنید اینا کیلو 100 افغانی هم میگم ما به تاون میدیم. 1600 گردن هم بند باشه. همین 1600 همین جگاه گذاشته باشه از همین زیر همین جلغوزا به پالمنی اگه بدون به 30000 سال 16 سال 800 که رو از اینور دارین سفره اید ما میشه. یعنی به 800 درسته؟ بله بله. همین بعد ما و شما دستمایه خورسایی کنیم نه به همسایه خو. بسیار درسته؟ بله بله. خب از صبح چند کیلو همی که به تاونم میفروشیم بفروختیم تاله؟ تاله نیم کیلو هم نبره. نیم کیلو؟ نیم کیلو هم نشده 400 سودا کردم. خب پا یک کار میکنه که میکنه سیخ بسوزه نه کباب. بله. ما به شما چند یاد میدم من 5 دقیقه اینا خلاص شد. خب خیخ کشیم کیلو 90 روپیه. مونده نباشین لالا. زنده باشین. ساعت شما خوبه؟ سلامت. اسم شریف شما؟ فرزا. خب فرزا جان این کلوچه شما نه؟ بله. خب شاگردیم یا خلیفه؟ شاگرد. ماشاءالله. روز چند نمیدم شما؟ تقریبا روزی که بیشتر سودا باشه 300 روزی که نباشه 200. خب امسال از این که جنس هم گرونه گپ بزنیم کاروبار شما چی رقمه؟ رونق مثل پارسال نیه. پارسال بازم خوب بود بیتر بود اقال نیه والله. حال نسبت به دیگر روزای این روز بیتره. بیتر ها؟ بله. امروز هم به خاطر از این که اگه هر کلوچی 1 لک روپیه هم باشه مردم مجبوره بخره. مجبورم بخرم بله. این چند کیلو داره؟ این تقریبا 7 سیره. بیشتر نداره؟ نه. همینا هم 7 سیره؟ بله. تا 1 کیلو دیگه 3 کارتن میشه؟ 1 کیلو دیگه تقریبا 2 کارتن 3 کارتن شاید بشه. خب اینا دونه چنده؟ 110. بازم پارسال هم همینه. پارسال که بود ما اینا رو به 90 100 میدادیم. خب بله. دا 20 روپیه فرق. بله. خب تشکر شما. زنده باشین. دوستان نازنین خدا کنه تا به این لحظه برنامه برای شما خسته کن نبوده باشه. بازم داخل بازار هستیم سر بساطا میریم حال اول مردم هم میپرسین که امسال چی رقمه از اینکه پول امنیه قیمت هم خیلی بالا رفته. همراه ما باشین دوستا ما تنها نگذاریم.
لالا جان سلام. سلام خدمت شما، تیار هستیم بخیری. خانه شما عید شما مبارک. سلامت باشیم، عید شما مبارک باشه. سلامت باشیم. برارم کاروبار چی رقمه؟ خدا خوب شکر. خمونتا نسبت به پارسال امسال بسیار قیمتا بلند رفته. برای مردم کمی مشکلات ها دارن، فعلا خریداری کردن نمیتونن. نسبت به پارسال قیمتا بسیار تفاوت کرده. از همین خاطر سودا نسبت به پارسال کمتره. نام خدا مردم میبینیم شلوغ زیاده، یعنی شما میگیم امیت حساب تماشا میایم به سر بساطا؟ نه خب ایت کاری هست، شما میفهمید که میوه عید سفره عید خوی رسم و عنعنات ما مردم افغانستان هست و حتما باید بگیریم. اگر چی داشته باشیم چی نداشته باشیم، کسایی هست که همین جی میآیند از مشتری ما که یعنی قرض کردن آمدن میوه گرفتن از پیش ما، بالاخره باید بگیرن میوه که قیمت باشه اگر ارزان باشه. بسیار خوب. یک سفره عید که مثلا پارسال 5000 افغانی مثال میزنیم 5000 افغانی میشد، امسال شما که کار شما چند نمیشه؟ امسال 7000 افغانی مزال میشه، یعنی 20% نسبت به پارسال قیمتا بلند رفته. تشکر از شما. سلامت باشین. تشکر. خب دوستای نازنین، خدا کنه که تا به این لحظه ما رو تحمل کرده باشیم، این بری بر نرفته باشیم، برنامه برای شما خوشتیر شده باشه، لذت کافی را از این بسادارا و برادرایی که سوال جواب کردیم برده باشیم. دوستای نازنین، تا به فردا شب شما رو به الله پاک میسپرم، این بری بر نریم. قربان شما، تشکر بازم برای شما، عید تبریک میگیم. سلامت باشیم، بخیر باشیم، خداحافظ و نگهدار.